وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و بینندگان محترم و آنانی که یوتیوب مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان را دنبال میکنید و آن برادران و خواهرانی که مسائل دینی خودشان را میخواهند از دیدگاه دین و آیین و فقه مذهبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گوش کنند، ما دوباره خداوند توفیق داد که در خدمت شما هستیم در سوال پاسخ و سوال. و امروز ما کوشش کردیم، اقدام گرفتیم با یعنی رئیس شورای علمای جمهوری تاجیکستان و دیگر همکاران که در خدمت شما باشیم در مسائل فضائل و چگونه انجام دادن عبادت‌های شب قدر و فضائل شب قدر و پیامبر صلی الله علیه وسلم آیا شب قدر را تعیین کردن یا نکردن و کدام شب‌های ماه مبارک رمضان شب‌های قدر هستند، ما در این موضوع اقدام گرفتیم که با شما صحبتی داشته باشیم. البته برادران عزیز، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که این ماه چقدر ماه عظیم، ماه بزرگ است. استعیذ بالله، خداوند در قرآن کریم میگوید که انا انزلناه فی لیلة القدر، عظمت و شرف این شب این است که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. همچنانه که قرآن میگوید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان آن ماهی است که ما در آن ماه قرآن را نازل کردیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت ابو هریره هست میگوید من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی که شب قدر را از روی ایمان و اخلاص عبادت میکند، بندگی میکند، تمام گناهان گذشته اون بخشیده میشود. بنابراین برادران عزیز، ما و شما باید این شب را یک شب به نهایت بهترین شب سال هست، شبی هست که خیر من الف شهر، یعنی از 1000 ماه بهتر است. اگر 1000 ماه را حساب بکنیم 83 سال و 4 ماه یعنی برابر با این شب شده نمیتواند، مادامی که در اون 83 سال و 4 ماه شب قدر نباشد. و معنای لیلة القدر هم همین است که خیر من الف شهر، یعنی 1000 ماه عبادتی که در اون شب قدر نباشد، این شب قدر از اون 1000 ماه بهتر است. با ایمان و با اخلاص و با بندگی با عبادت اگر گذرد، این ماه از 1000 ماه بهتر است و اون با این معنا هست که ما بیان کردیم. برادران عزیز، شما ببینید که دنبال این که شب قدر کی هست، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون آمدن، اصحاب کرام را میگفتند که شب قدر کی هست. وقتی که اونها در میان یکدیگر با همون صدای بلند صحبت کرده بودند، این سبب شد که اون تعیین و که شب قدر را باید رسول اکرم بیان میکرد، اون از ذهن ایشان گرفته شد. البته خداوند در هر کار و هر عملش حکمت در اون خفتگی هست. بنابر سبب اغوا همون سرصدایی که در میان صحابه کرام بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که التمسوها فی عشر الاواخر، شما شب قدر را در دهه آخر ماه مبارک رمضان بجویید، بکاوید. یعنی اون چیزی که من برای شما بیان میکردم اون در این دهه آخر بود، اما کدام شب بودن اون را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تعیین نکردند. اما در روایت عبدالله ابن عباس، در ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها میگه حدیث میاد که التمسوها فی وتر العشر الاواخر، یعنی شما در روزهای تاقی دهه آخر ماه مبارک رمضان شما شب قدر را بکاوید، بجویید. بنابراین شما ببینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث گوناگون در این موضوع، در این شب قدر دارد. حدیث میگوید که التمسوها فی عشر الاواخر و اکثر احادیثی که شب قدر را صحبت میکنند التمسوها فی وتر العشر الاواخر، یعنی شما در روزهای طاق دهه آخر ماه مبارک
این شب را بجویید، یعنی در عبادت باشید در این شبهای طاقی دهه آخر. همچنانه که 21 23 25 27 29 این 5 روزی یعنی طاقی دهه آخر ماه مبارک شب قدر هست و بسیاری ها بر این هستند رأی و فکرشون که البته شب قدر در 27 ماه مبارک رمضان باشد، در 27 ماه مبارک رمضان باشد. بنابراین برادران عزیز در اینجا من چند چیز را اشاره کردنی هستم که ما با یکدیگر از فضائل و فضیلت این ماه و از فضیلت های شب قدر یعنی محروم نشویم، به بهره نمانیم. همیشه اون شب را باید من شما درک بکنیم، من شما اون شب را پیدا کنیم، عبادت کنیم در اون شب. و بنابراین اونهایی که میگویند فقط ما در روزهای طاقی دهه آخر شب 27 را که امشب شب 27 ماه مبارک رمضان البته بیشک که از شب‌های قدر هست، فقط این شب را عبادت میکنن، اونها باید این موضوع را دنبال بکنن، بفهمن که بسیاری از علما چون که مجموع احادیث روزهای طاقی دهه آخر ماه مبارک رمضان را بیان میکنن احادیث، بنابراین مثلا امام شافعی رحمت الله علیه میگه که شب قدر شب 21 ماه مبارک هست، بعضیا 23 را هم گرفتن، اما اکثر جمهور بر شب 27 اتفاق دارند. اما این اتفاقی یعنی همیشگی نیست، همه بر این باشن که حتمی 27 هست، این اون اتفاق نیست. اتفاق حتمی در شبهای طاق دهه آخر ماه مبارک هست، چون که ما زیاد احادیث نسبت شب قدر داریم، حتی حدیث داریم، حدیث صحیحی که پیغمبر صلی الله علیه و آله التمیسوها فی لیلة الاخیر گفتن. البته بسیاریا بر این هستند که حدیث را زید ابن حویش در صحیح مسلم روایت میکند رحمت الله علیه، میگوید که من پیش ابی ابن کعب رفتم و ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه را گفتم که آیا میدانید که برادرت یعنی عبدالله ابن مسعود میگوید که من یقوم الحول یصب لیلة القدر، یعنی کسی پورا سال را قیام میکند، پورا سال شبها قیام میکند، نماز میخواند، اون لیلة القدر را دریافت میکند. ابی ابن کعب در جواب زید ابن حویش میگوید که برادرم یعنی خدا رحمت کند ابا عبدالرحمن، این کنیت عبدالله بن مسعود است، خدا میگه اون را رحمت کند برادر من را، اون قال این سخن را شما را گفته است که الا تتکلوا، تا اینکه شما توکل نکنید، یعنی فقط شب 27 ماه مبارک رمضان 21 23 25 29 این شبها را توکل نکنید. و بنابراین شما را گفته است انه لا یعلم، حالا که عبدالله ابن مسعود خودش میداند اون شب را که هی 27 من رمضان، یعنی اون شب قدر شب 27 ماه مبارک رمضان هست. این ابی ابن کعب میگوید و از نشانه هایش هم بیان میکند که شما صبیحة ذلك اليوم، صبح اون روز شما میخیزید، وقتی آفتاب طلوع میکند شما آفتاب رو میبینید بیضا نقیه لا شعاع علیه، یعنی اون روشن و صاف هست و شعاع در اون آفتاب اون روز نیست. این از علامت های یعنی همون روزی هست که شب از شب قدر هست. و بنابراین بعضیا از این روایت از این احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفتن که شب قدر شب 27 است. و همچنانه که ما در احادیث های گوناگون از ابتدای صحبت برای شما بیان کردیم که ابو هریره رضی الله تعالی عنه صحیح بخاری حدیث است که میگوید، روایت میکند که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی شب قدر را از روی ایمان و اخلاص عبادت میکند گناهان گذشته او همه بخشیده میشود. ما و شما باید این شب را بجوییم، بکوبیم، قائم بر این شب باشیم، با عبادت و با دعا باشیم، از فضیلت این
محروم نشویم برادران عزیز. و دیگر حدیث هایی که التمسوها فی عشر الاواخر، یعنی شما در دهه ماه مبارک رمضان، در دهه آخر اون را، 10 روز اخیر اون را بکوبید. این حدیث هم صحیح است. و حدیث هایی که عبدالله بن عباس و عایشه از امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها میگوید که التمسوها فی وتر العشر الاواخر، شما در شب‌های طاق دهه آخر ماه مبارک این شب را بکوبید. و شب 27 هم از شب‌های طاق دهه آخر ماه مبارک رمضان هست. پس مجموعه احادیث بر این هست، اکثر علما بر این هستند که کسی شب قدر را درک میکند، پیدا میکند، اون کسی هست که دهه آخری، 10 روز اخیر ماه مبارک رمضان را همیشه چیکار میکند؟ عبادت میکند. و عبادت کردن شب قدر برادران عزیز این گونه نیست که شب تا مطلع الفجر، تا صبح صادق در قیام و در رکوع و در سجده باشی. میتوانی که یک حصهش را عبادت کنی، یک حصهش را ذکر و صلوات بگویی، یک حصهش را قرآن بخوانی، یک حصهش را بخوابی. این هم از قیام داشتن شب قدر هست. و اگر انسانی که حد اقل نمیتواند قیام شب قدر کند، نماز خفتنش را با جماعت بخواند و کوشش کند که همون صبح نماز بامدادش را با جماعت بخواند. این هم قیام لیل کرده است، این هم شب زنده داری شب قدر را کرده است. بنابراین برادران عزیز، ما در پاسخ با سوالهای شما رابطه با شب قدر، آیید به شب قدر و چگونه عبادت کردن، چگونه دعا کردن، چگونه قیام کردن، آیا کدام شبها را عبادت کردن که شب قدر را ما شما درک میکنیم، پیدا میکنیم، ما در پاسخ با شما هستیم. و بعضی از برادران گفتن که اگر شما وقت و موقعی که در سوال جواب شب قدر داشته باشید، شما سوره قدر را ترجمه و تفسیر کرده باشین که برای مردمی که قرآن خوان هستند کوشش بکنن که معنای سوره قدر را برای خودشون اندکی هم باشه درک کنن. بنابراین تا یعنی تماس گرفتن برادران ما میپردازیم با ترجمه کردن سوره قدر که در قرآن عظیم و شان در پاره 30 این دست من و شما من قرآن هست، ما ترجمه میکنیم. شما ببینید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر. ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. یعنی شرفی شب قدر در چی هست برادران عزیز؟ شرف زمان و مکان در این جمع شده است. یعنی این شب ابتداء نزول قرآن از آسمان ها با زمین است، از آسمان ها با واسطه جبرائیل با محمد صلی الله علیه و سلم هست. و شب قدر بنابر این که قدرم از تقدیر هست، یعنی تقدیری پررسان به ملائکه ها رسانده می شود که امسال چگونه می شود. فیها یفرق کل امر حکیم، یعنی این شب قرآن میگوید تمامی اون اعمالی که در سال صورت میگیرد بر ملائکه ها پیشنهاد می شود. بنابراین لیلة القدر گفتن این شب را، یعنی تقدیر سال در این شب با ملائکه ها سپاریده می شود، بیان کرده می شود که این اعمال ها، این گوناگونی در این سال انجام می شود. و عظمت و شرف این شب همین است که ابتداء نزول قرآن از آسمان ها به زمین از جبرائیل به محمد صلی الله علیه و سلم شروع می شود. بنابراین این شب عظیم است. این شب از 83 سال و 4 ماه بالا و برتر هست. و معنای لیلة القدر این هست که اون 1000 ماهی که عبادت دارند در اون شب قدر نیست، از اون 1000 شب عبادتی که به لیلة القدر است، این یک شب لیلة القدر، این یک شب قدر از اون 1000 ماه که ندارد برتر و بهتر است. این هست معنای لیلة القدر. و ما ادراک ما لیلة القدر، و تو چه میدانی که چیست شب قدر؟ خودش تفسیر میکند: لیلة القدر خیر من 1000 شهر.
شب قدر از 1000 ماه بهتر است. یعنی کسی از بندگان، کسی از مادران و خواهران این شب قدر را درک کرد، با ایمان و اخلاص عبادت کرد، این از 1000 ماه برای اون گویا 83 سال و 4 ماه عبادت کرده باشد در نامه اعمالش نوشته می شود. تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر. و فرود می آیند ملائکه ها و جبرائیل با اجازت پروردگارشان برای انجام هر کار در این شب. در این شب همه ملائکه ها به زمین میاد، از آن جمله جبرائیل امین در این شب به زمین میاد. سلام هی حتی مطلع الفجر، میگم محض سلامتی هست این شب تا طلوع فجر، یعنی تا صبح صادق. معنای سلام هی حتی مطلع الفجر، مفسرین گفتن که یعنی امشب ملائکه ها سلام میکنن بر مؤمنین و مسلمین که امشب عبادت میکنن. یک معناش این است. معنای دیگر سلام هی حتی مطلع الفجر، سلامتی هست امشب تا صبح صادق، یعنی الله تعالی در این شب هیچ بلا و مصیبت نازل نمیکنه. بنابراین این شب، این ترجمه مختصری بود برای این سوره قدر. و بعضی از برادرها از علم اعجاز قرآن چیزهای بیان کردن که کوشش بکنن که محض ثابت بکنن که شب قدر 27 ماه مبارک رمضان هست. بار این فکر اون علمایی که اعجاز قرآن را نوشتن خودشان هم بر این عقیده نیستند. اونها همه علما، همه محدثین، اکثر مفسرین، فقها بر این هست که شب قدر شبهای طاق ماه مبارک رمضان هست. الله تعالی اینو پنهان کرده است که این شبها عبادت کرده شود خداوند. و مثلا بیان کردن که خودی سوره قدر، یعنی سوره لیلة القدر، مثلا 114 تا حرف در این ذکر می شود و این به 114 سوره دلالت میکند و 30 کلمه است با 30 پاره قرآن دلالت میکند و 3 مراتبه لیلة القدر لیلة القدر لیلة القدر آمده است که این عبارت از 9 حرف است. مجموع این 3 جمله 27 حرف میشود. این دلالت بر 27 ماه مبارک رمضان میکند. اینها را گفتن و گفتن 30 کلمه هست. کلمه 27 همون ضمیر هی است که برمیگردد به لیلة القدر که اینم دلالت بر 27 شب قدر میکند. اگرچه از اون روایت زیر ابن حویش که ما از مسلم روایت کردیم که ابی ابن کعب میگوید که البته عبدالله بن مسعود میدانستند که شب قدر شب 27 ماه مبارک رمضان هست. همه اینها اگرچه دلالت میکند بر این که یکی از شبهای قدر این شب 27 ماه مبارک رمضان هست که این شب، این روزی که من و شما داریم صحبت میکنیم، این شب 27 ماه مبارک رمضان هست. البته دوستان شاید مرا درک کردن که این علم اعجاز قرآنی هست. البته اینم یک اشاره با عظمت و خیستن قیام داشتن شب 27 است و شاید شب 27 شب قدر باشد. اما چون که روایت ها که دهه آخر، روزهای طاق و شب اخیری ماه مبارک رمضان هم در حدیث آمده است که شب قدر است، بنابراین علما میگن کسی دهه آخر ماه مبارک رمضان را قیام داشت، عبادت کرد، اون ضرور شب قدر را درک کرده است. و اگر پر شب قدر، شبهای دهه آخر را نتوانست قیام بکند، اما روزهای طاق دهه آخر ماه مبارک رمضان را قیام کند، عبادت کند، دعا کند، طلب کند، اون شب قدر را درک کرده است و شب قدر را پیدا کرده است. و خدا کند که ما و شما اون شب را درک کنیم و الله تعالی اون ثواب 83 سال و 4 ماه را، 1000 ماه را در نامه اعمال من شما نوشته کند. با قیمت ما در پاسخ با سوال و جواب شما هستیم. 2 24 25 11 این رقم تلفن مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان هست. شما در تماس باشید
ما در پاسخ با سوال و جواب شما هستیم، چون که این برنامه آنلاینی هست. و باقی برادران عزیز، ما و شما باید فراموش نکنیم که آداب رفتن شب قدر این هست که شما در اون ماه مبارک رمضان در اون شبها البته لباس تازه داشته باشین، البته کسی را نرنجانده باشین و شما در ذکر باشین، در صلوات باشین و پیش از اینکه می روید یکم خیر و صدقه در راه خدا داشته باشید، چون که خیر و صدقه انسان رو میتونه بدیهایش را به نیکی ها تبدیل کنه، بعدا شب قدر را روپرو شوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میشد. شکر خدا. شکر خدا. بله، ما در پاسخ با شما هستیم. خط شدن اینا خط شدن. یک سوال شد. البته من یک سوال ایشان رو گرفتم، یک سوالش رو نگرفتم. برادری هم سوال کرده است که چگونه، یعنی استغفار در شب قدر و دعا چگونه باید باشد در شب قدر. ما در پاسخ با اینها هستیم و این برادر میگه که زنهایی که شب قدر را قیام میکنند، این هم از یکی سوالهای مبرم روز هست، خصوصا در ماه مبارک رمضان، در این شبهایی که اینقدر قیمت هستند برای بندگان خدا و اینقدر عظیم است پیش پروردگار عالمیان. میگه زنهایی که در خانه شب قدر میکنند، اونها اگر در حالت بیماری زنانه باشند، اونها چگونه عبادت کنند؟ زنهایی که البته در خانه در شب قدر در حالت بیماری زنانه هستند، چگونه عبادت میکنند؟ شما ببینید زنها رو اسلام از بسیاری کارها در حالت بیماری زنانهشان محروم کردگی نیست. مانند که اونها طعام میپزند، تازگی و آزادگی میکنند، خمیر و نان میپزند و این چونین اونها در این شبها میتوانند که ذکر کنند، صلوات بفرستند و دعا بکنند. در حالت بیماریشان دعا کردن معنی است. البته قرآن خواندنشان، نماز خواندنشان در این بیماری معنی هست. این زنها میتوانند که این گونه عبادت داشته باشند، یعنی صلوات بگویند، ذکر بکنند و دعا بکنند و حقی در حالت این بیماری حق نماز خواندن و حق قرآن خواندن را ندارند. این را دین مبین اسلام، شریعت اسلامی منع کرده است اینها را. و برادر دیگر گفته است که چگونه در این شب استغفار و دعا کردن در کار. البته استغفار پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اینی استغفر ربی فی کل یوم 100 مره، من هر روز پروردگارم را 100 مرتبه استغفر الله میکنم. اینا هر وقت میتوانم بکنن و ذکر و استغفر الله در این شب بهتر و بالاتر هست. در این شب زیادتر بکنن، در این شب صلوات بگویند، استغفار بکنن. و البته عایشه مادر مؤمنین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که شب قدر را اگر دریافت بکنم، یا در روایتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم عایشه مادر ما را گفت که شما اگر شب قدر را دریافت کردید این دعا را بکنید: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ای الله، تو بخشنده و بخشیدن را دوست می‌داری، من را مورد عفو و بخشش خودت قرار بده. در روایت دیگر انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی ای الله تو بخشنده و مهربانی، بخشیدن را دوست می‌داری، من را مورد عفو و بخشش خودت قرار بده. این دعا را بخوانند و این دعا ثابت است برای دعا کردن شب‌های قدر از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. برادران در تماس باشند، ما در پاسخ با سوالهای اونها هستیم. ما صحبت داشتیم درباره این که در اون روز
انسان ها سخنهای نیک داشته باشند. مسلمان باید همیشه محل معاشرت آداب خوبی داشته باشد، اما کوشش بکنند که در این روزها، در این شبها حرفهای زیادی و لغو و بیهوده نداشته باشند و اونها صدقه بکنند پیش از اینکه شب قدر میروند و دعای پدر و مادرشان را بگیرند برای اجابت شدن عبادتشان در این شب و اونها سخنان نیک با خاندان و با همسرشان داشته باشند. و برادران کوشش بکنند که در تاجیکستان ما خصوصا در همه ناحیه‌ها و در شهر دوشنبه در مسجدها شب‌های قدر عبادت می‌شود، صحبت‌ها می‌شود و نیکی‌ها گفته می‌شود و چگونه عبادت کردن و دعاها گفته می‌شود. اونها البته در این شب با این آداب و با این اخلاق خداوند را روبرو شوند. خدا کند که الله تعالی این شب قدر را از من و از برادران بپذیرد و اون ثواب در اعمال من و شما ثواب اون 1000 ماه را که از 83 سال و 4 ماه عبارت است نوشته بکند. باشد برادران سوال اگر پرسیدنی باشند ما در پاسخ به آنها هستیم. رقم تلفنی ما 21 24 25 11 است. برادری در اینجا با نوشته هستی. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. یک سوال داشتیم. برادر گوش میکنم شما. در شب قدر چه اون دوست که مثلا سوالش بیشتر باشه بیشتر باشه. یعنی در شب قدر چی دعا بکنیم که ثوابش بیشتر باشد؟ چی الان؟ سلامت باشید. باز یکم سوال دیگر. یک سوال دیگر. بله گوش میکنیم شما. در شب زندگاری کنیم خدا در مسجد. یعنی شب قدر رو در خانه زنده داری کنی بهتر است یا در مسجد؟ سلامت باشید. ما در پاسخ با شما هستیم. برادری میگوید که همون صحبتی که من شما میکردیم، میگوید که چی گونه دعا بکنیم که فضیلتش بیشتر است. البته من اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی گفته گذاشتم که پیامبر خدا میگه این رو بکنید. شما ببینید کسی را عفو خدا شامل حال اون شود، دیگه اون بنده در میزان و در صراط و در محشر و در همه جا کامیاب است. اون دیگه جنت، مرد جنتی و زن جنتی هست، شخص جنتی هست. اون کسی را عفو خدا شامل شود. بنابراین هیچ دعای از این دعا در این شب بالاتر و برتر نیست. پیامبر خدا معلم دین من شما صلی الله علیه و سلم این رو تعلیم دادن که این دعا رو بکنید و این دعا افضل و بهتر است. بله سلام علیکم. علیکم السلام. حضرت یک سوال داشتیم. بله گوش میکنم. همین شب قدر حضرت کدام شب هست؟ البته معین هست که میگن همین شب 21 یا که همین دربارش حضرت جان یک معلومات میدادین. سلامت باشید. با یکم سوال دیگه باشه. هست حضرت جان با یک سوال دیگه هم داریم. همین هم ایش چه بیرون تره که ای موضوع بعضی همین رسانه ها میگن ماه شهید رمضان بیشتر میشه و درباره همین یک معلومات میدادین. یعنی چرا سی نشده است؟ بله چرا سلامت باشید. سلامت باشید. برادران عزیز بسیار سوال‌های مبرم. ما دعا رو گفته گذاشتیم و درباره اینکه در خانه عبادت کنند یا در مسجد. مردها اگر اون شب را قام لیله و ایقظ اهله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب را قیام میکردند و خانواده‌اش را بیدار میکردند. اگر کسی باور دارد که مسجد برود، در مسجد میتواند با دست جمعی دیگر مؤمنین و مسلمین قیام لیل و دعای دست جمعی و یگام تعلیم و تعلم خوب میگیرد، مسجد افضل و بهتر است برای مردان که اونا میتوانند که عبادت خوبی داشته باشند در دست جمعی. و زنها البته خانه برای اونها بهتر و خوبتر است. برادران عزیز اگر تو من پاسخ این سوال ها رو نکنم دیگر سوال نمیگیرم، چون که این جواب اون برادر بودن و جواب اون برادری که آیا شب قدر معین هست، شب قدر معین هست. ما درباره این در بالا گذاشتیم، شاید این برادر بعداً
در اومدن در افیر، ببینید شب قدر آنچه که اقوال اکثری بزرگان دین هست از صحابه تابعین تبع تابعین و آنچه اکثر احادیث بر اون هست شبهای طاق دهه آخر ماه مبارک رمضان هست. و اگرچه شب 27 یعنی رأی زیاد در شب 27 هست، اما معنای مشترک قول صحیح نزد علما شبهای طاق دهه آخر ماه مبارک رمضان هست. و یک سوال کردن، گفتم بیره از این موضوع است. منم در چند رسانه و چند چیزها دیدم و شنیدم از دوستان، مردم در این پریشانی هستند که چرا رمضان امسال 29 دارد می شود، یعنی روز سوم احتمال دارد که روز سیوم یعنی عید شود. بنابراین برادران عزیز، هر عالم، هر مفتی، هر قاضی، هر انسان دیندار در دین مبین اسلام، علما ورثه الانبیا، علما میراثبران پیامبران هستند. هر عمل دینی را از معلم دین از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگیرند. پیامبر من و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بعد از فرض شدن روزه، بعد از فرض شدن ماه مبارک رمضان 9 سال روزه گرفتند. 9 سال بعد فرضیت روزه پیامبر من و شما از دنیا گذشتند. بنابراین همه اون احادیثی که ثابت هستند، پیامبر خدا از همین 9 سال 5 سالش را 29 گرفتند، 4 سالش را 30 گرفتند. و ماهای قمری همه اهل علم دانند ماهای قمری 29 میشوند 30 میشوند، یعنی 28 و 31 ندارند. بنابراین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معلم دین من و شما صلی الله علیه و سلم 29 هم گرفتند، 5 سال رو 4 سال رو 30 گرفتند. و بسیار از اهل تحقیق بر این هست که 7 سالش رو 29 گرفتگی است. بنابراین برادران عزیز در پریشانی و در مثلا غمگینی نباشند دوستان و هموطنان و جماعت مؤمنین و مسلمین بر این که چرا رمضان 29 شد. رمضان‌های محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم 29 شده بودند و ماهای قمری گاهی 29 میشن، گاهی 30 میشن و این در صحیح بخاری وجود دارد. و این بود پاسخ این برادر عزیزی ما. و این از که مسائل مبرم روز هست. و بعد از اینکه ما فردا جلسه شورای علمای جمهوری تاجیکستان هست و این مسئله با رأی جمهور و تحقیق میرسد و برای همگان در رسانه‌ها گفته میشد ان شاء الله. مرحمت برادرانی که من اونها را قطع کردم، اگر در افیر هستند در تماس باشند، ما ان شاء الله در پاسخ با اونها هستیم. من خواستم این 3 سوال را جواب بدهم، بعدا در سوال‌های شما پردازیم. گفته است که نماز قیام لیل چند رکعت می شود؟ شما میتونید که قیام شب را، نماز شب را، یعنی نماز خواندن را 2 رکعتی بخونید، همون 8 رکعت ویتر را آخر قرار بدهید، با اون 11 رکعت می شود. و شما میتوانید که ینوی اربعا نماز شب را 4 تا نیت بکنید. میتوانید 4 تا نیت بکنید، بین اتحیات میشینید، باز میخیزید با 2 رکعت دیگه 4 رکعت نیت بکنید بخونید. و یک چیزی در میان جامعه هست، بسیاری دوستان در تلفن من روان کردن، گویا که در دهه آخر ماه مبارک رمضان یا در جمعه آخری ماه مبارک رمضان 4 رکعت نماز نیت میکنید، نمیدونم تمام نماز گذشتگی تو آیت الکرسی و چند بار قل هو نیت میکنید بخشیده میشد. اینا جز خرافات، جز بدعت، جز یعنی یک چیز از پیش خودشون، جز چیز دیگر نیست، چیز دینی نیست. این رو باید مردم آگاه باشند. نمازهای قیام لیل و نمازهای شب قدر همون نفل‌های معمولیه که ما داشتیم، همون فاتحه و ضم سوره ما تیسر منه، چیزی که از قرآن میدونی، بعدی الحمد رو ضم سوره میکنی، میره در رکوع، میره در سجده و همین هست. یعنی بعدی سوره فاتحه 7 بار آیت الکرسی، 7 بار قل هو الله، نمیدونم فلان. این چیزها از معلم دین من و شما صلی الله علیه و سلم، از بزرگان دین من و شما، از علمای دین ثابت نیست. این گونه نمازها همون نفل معمولیه که خودمون میخوندیم، همون نفل ها، همون سنت هایی که میخوندیم، همون ها ادا میشن.
و میتوانید شما 2 رکعت نیت کنید، میتوانید شما 4 رکعت نیت کنید. و اونانی که قیام لیلشون باوری دارن میتوانند که ویتر را آخر نماز قرار بدهند. و اونهایی که ویتر را میخونن، بخوان قیام لیل بخونن، تهجد بخونن، نفل بخونن، اونها اجازه دارن. هیچ اشکالی نیست که ما ویترمون رو خواندگیم بعدا بخونیم، هیچ اشکالی نیست. مرحمت در پاسخ ما با برادران هستیم اگر در تماس باشه. بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک سوال داشتیم. بله گوش میکنم. از رسانه شنیدیم که این سال رمضان 29 روز میآید، مثلا رمضان 29 باشه که 3 روز. برادر عزیز این دیگر سوال نباشد، ما در پاسخ هستیم باشیم. دیگر سوال ندارم، تشکر. سلامت باشید. این برادرم شاید در پاسخ دادن در افیر نبودن و البته شما ببینید که ما بیان کرده گذاشتیم فردا مجلس شورای علمای جمهوری تاجیکستان است با رأی جمهور، با یعنی اتفاق آرا، یعنی فردا تعیین میشود و اگر رمضان 29 شود یا 30 شود ما شما را گفته گذاشتیم که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم اکثر رمضان هایی که گرفتن 29 شدن از ایشان و 30 هم احتمال دارد و رمضان گاهی وقت چون که رمضان گرفتن و خوردنش وابسته به ماه است. ماه رو میبینید، تولد ماه رو میفهمی و روزه میگیری و ماه رو میبینی و از روی تحقیق تولد ماه معین میشود و روزه رو میخرن، یعنی عید میکنن. مرحمت در پاسخ ما با سوالای شما هستیم. این سوال ما گفته داشتیم. اگر برادران در سوال و جواب در پاسخ نیستند، وقتی داده شده ما هم الکی دارد به آخر میرسد. در آخر من برای مردم تاجیکستان عزیز خودمان، کشور خودمان، برای جهان مسلمین مؤمنین و برای تمام خواهران و برادران چند توصیه دارم. البته من نصیحت برای شما نمیکنم چون که سن و سال من هم چندان بزرگ نیست. چند توصیه دارم از دیدگاه دین. اولین توصیه من همین است که شما روز عید مبارک کوشش بکنید که در همسایگی، در همجوار، هم نشستی خویش تباران خود باشید، پیش پدران و مادران خود باشید، پیش اپا و خواهران خود باشید، پیش برادران باشید و پیش اون یتیمانی که کس ندارند پیش اونها باشید، پیش آنان باشید که اونها معیوب هستند، پیش اون پدران و مادران بی‌پرستاری که در اونجا انتظار فرزندان خود هستند، انتظار دوستان خود هستند، از آنها سر بزنید و روز عید مبارک سر تنه خود را بشویید، لباس نو کوشش کنید داشته باشید، اگر نداشته باشید یک لباس تازه نظیف از خودتان را انتخاب کنید بپوشید، خوشبو بزنید و راهی که میآیید پیاده بیایید، راهی که میآیید به راه دیگر به خانه برگردید و خدا کند که این ماه مبارک رمضان و این شب‌های قدر و عید مبارک را همه آداب و سنت ها از من و شما پذیرفته شود و اعمال من و شما و پدران گذشته و مادران گذشته ما را خدا ببخشد و بآمرزد، دعاهای من و شما را بپذیرد، ما و شما را زندگی با بندگی نصیب کند و همیشه تاجیکستان عزیز ما را، کشور ما را صلح و ثبات امنیتش را همیشگی بگرداند و از اون سربازانی که در مرز و بوم کشور هستند تا پیشوای ملت گرفته و آنانی که خدمتی آرامی وطن میکنند در پناه عصمت خودش نگاه بدارند و همه من شما را از تمام زیان و ضرر و با حفظ کند برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.